بینندگان عزیز سلام، برنامه نوبتی داستان است و ما اینجا آماده هستیم یک صحبت داشته باشیم پیرامون قهرمان‌های بعدی داستان‌های شاهنامه. و چون شما خبر دارید در برنامه‌های پیشین ما پیرامون پادشاهان ایران همزمان نقش آنها در رشد کشورکشایی و دولتداری آن زمان قصه نموده آمدیم. امروز در مهمانی ما هستند بهروزی ذبیح‌الله، نامزد علم‌های فیلولوژی، همزمان مدیر شعبه ادبیات معاصر انستیتوت زبان و ادبیات به نام ابو عبدالله رودکی، اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان. استاد شما را با برنامه خیر مقدم می‌گویم. تشکر، سلامت باش. خوبه، ما استاد تا زمان آمدیم که اردشیر بابکان دولتداری خود را به پایان رساند. خب بیاید صحبت را از همینجا آغاز میکنیم. بعد از پادشاهی اردشیر چی درگیری‌های در ایران به میان آمد؟ بعد از اردشیر دوم که بسیار پادشاه قدرتمندی بود، بله. بلافاصله 10 پادشاه بر تخت نشیند، ولی فرصت پادشاهی آنها، حکومتداری آنها بسیار کوتاه بود. بعضی آنها از 6 تا 1.5 سال تا طولانی ترینشان 12 سال حکومت کرده است، ولی معلومات درباره این شاهزاده ها در شاهنامه زیاد نیست. فقط ذکر نام آنها همچون منبع تاریخی رفته است و چگونه بر تخت نشستن و وصیت هایی که آنها بعداً برای وارثان خود کردند و سیوژت خاص درباره آنها، موضوع خاص یا اتفاق خاص در باره آنها که نیست. بنابراین ما از آنها صرف نظر میکنیم. بله. و می آمدیم به پادشاه قدرتمند دیگر ایران زمین با نام شاپور بزرگ یا که لقب هم داشت با نام شاپور زلکتاف. بله. تا شاپور زلکتاف مثلا ایران، سرزمین ایران، قلمروی ایران چندان تغییرات صورت نگرفت مگر در زمان نرسی، یک از پادشاهان ایرانی. رومی ها توانستند که ارمنستان را که همیشه در طول تاریخ بین ایران و رومی ها دست به دست میشد به سرزمین خود وارد کنند و ارمنستان به دین مسیحیت گروید. این تحول است که پیش از شاپور زلکتاف رخ داد. و حالا شاپور زلکتاف کی بود؟ شاپور زلکتاف یا شاپور بزرگ در تاریخ بین سالهای 309 مادرش ملکه اقراهرمز نام داشت و همسرش سیشیلهورا. فرزندانش هم 4 فرزند از او داشته است که با نام شاپور سیوم، بهرام چهارم، زرباندوخ و نرسی معروف بودند. شاپور زلکتاف دهمین پادشاه از سلسله ساسانیان بود که 70 سال بر ایران زمین حکومت کرده است. خب استاد، این پسر ارمزد نرسی بود. خب و بعد از سر پدر همچون میراثخور به سر تخت آمد، همین گونه؟ بله، درست است. عموما تحولات در دربار همین گونه صورت میگرفت. همان 10 پادشاه قبلی هم که گفتیم بر اساس یا بیماری یا اختلافات داخلی دربار، رقابت های شاهزاده هایی که برای به تخت نشستن صورت میگرفت، مدت پادشاهی آنها همین گونه کوتاه بود. و ارمزد نرسی هم که وقتی وفات کرد، شاپور بزرگ یک کودک بسیار خردسال بود. بنابراین او توانایی اداره حکومت را نداشت. بنابراین بزرگان ایران تا زمان کلان شدن او موبدان را وظیفه دار کردند که بر تخت پادشاهی به جای او حکومت کند و او همین گونه در دربار پرورش یافت و گفته می شود که همان موبد خردمند و شایسته که جانشین او بود، در شاهنامه می گوید که یکی موبدی بود شهرو به نام، خردمند و شایسته و شادکام، بیامد به کرسی زرین نشست، میان پیش او بندگی را ببست. یعنی موبد شهرو تا زمان کلان شدن شاپور به جای او حکومتداری میکرد و خود شاپور تحت تربیه خردمندان و بزرگان قرار گرفت. و یک ذکر در شاهنامه از خردمندی شاپور رفته است که میگه هنگامی که کودکی 5 ساله بود، از کاخ صبح یا بامدادان صدای غریب مردم را
شنید و پرسید از موبدان که این چه غریو و سر و صدا است، چه آشوب است. گفتند که این صدای مردم است که از پول میخواهند گذر کنند و از بس که پول بسیار تنگ است و کوچک است، اینا برای به همدیگر بر نخورند، همین گونه غریو و ازدحام ایجاد می شود. و میگه شاپور 5 ساله این را که شنید، پس گفت چرا یک پول دیگر نمی سازید؟ و او دستور می دهد به موبدان که یک پول نوی در فراز آن رودخانه بسازند که مردم براحتی از بالای این پولها به مزاحمت رفت آمد کنند. و بعد این شاپور در میان مردم میگه بسیار معروف شد و محبوب گردید که در این سین سال توانست که یک مشکل اجتماعی و عمومی را حل کند. و این از همون کارهای تازه است که شاپور در کودکی انجام داده است و به همین نام مشهور گردید. خب استاد، چرا استاد زولکتوف میگفتن او رو؟ خب زولکتوف این لقب است که گویند عرب ها با او دادند. حادثه دیگری که در زمان خردسالی شاپور رخ داده بود این بود که یکی از قبیله های عرب طایر از قبیله غسانیان با لشکر گردآوری کرد و با استفاده از اینکه مثلا شاپور یک طفل خردسال است و قدرت توانایی جنگیدن ندارد، به تیسفون حمله کرد و آمد و در آنجا دختری نرسی را به اسارت گرفت و به زنی به همسری گرفت. میگوید که در شاهنامه که ز غسانیان طایری شیردل، که دادی فلک را به شمشیر دل، سپاه ز رومی و از قادسی، ز بحرین و از کرد و از پارسی، بیامد به پیرامون تیسفون، سپاه ز اندازه از بیش برون، یا سپاه ز اندازه بیش اندرون. خلاصه در این حمله همان گونه که گفتیم، او دختر نرسی را به اسارت میبرد و با او ازدواج میکند. وقتی که شاپور بزرگ میشود، به سن 26 سالگی میرسد، به خاطر گرفتن انتقام پدر بزرگش لشکر جمع می آورد و طاهر به عرب ها حمله میکند و دیج آنها را میگه محاصره می نماید. و چون میگه روز مالکه از بالای برج، از بالای دیج شاپور را نگاه کرد و پهلوان بسیار زیبا روی و با او دل داد و دایه‌اش را پنهانی به نزد او فرستاد و گفت، یعنی گفت به او رسانیدن که مالکه نیز از نژاد پادشاهان ایران است، نبیره نرسی است و خلاصه قصه به اسارت بردن خود را حکایت کرد و پنهانی از طریق دایه به شاپور پیمان بستند که او را کمک میکند. ز دیوار دیژ مالکه بنگرید، درفش و سری نامداران بدید، بزرگی او چون نهان من است، جهان خوانمش کو جهان من است. در یک پیمان پنهانی بین مالکه دختر طایر و شاپور، روز مالکه به بزرگان دربار شراب پخش میکند و همه را مست میکند و حتی لشکریان را هم مست میکند و شبانه در دیج را برای شاپور باز میکند و شاپور با لشکرش وارد دیج طایر میشود و وارد دیج میشوند و آنجا همه مست بودند. توانایی و یارایی جنگ و نبرد با لشکر شاپور را دیگر نداشتند، اکثریت را سر میزنند و بر اساس روایت شاهنامه بامداد آن روز میگه شاپور طایر غسانی را هم گردن زد و یکی از سیاست ها و تکتیک جنگی شاپور این بوده که آنها را سر میزد و بقیه اسیران را کتفهایشان را با همدیگر سوراخ میکرد و میدوخت.
همه اسیران عرب را یکجا جمع کرد و کتف به کتف همه آنها را دوزید و به خاطر بر اساس برخی روایت ها گفت همین لقب ذوالأکتاف را به شاپور عرب ها دادند و ذوالأکتاف به معنی دارنده صاحب شانه ها، کسی که شانه ها را سوراخ میکرد و به همدیگر میدوخت و این لقب گویا از عرب ها به او داده شده است. برخی محققان و زبانشناسان ما تحقیقات دیگری انجام دادن در ایران و حتی همین ریشه کلمه ذوالأکتاف را در خود زبان پارسی پیدا کردند که این ریشه خود پارسی دارد. خیلی بحث ها دیگر هستند، ولی بر اساس روایت شاهنامه و خود روایت فردوسی همین است که این لقب را عرب ها به او دادند. استاد، همون دختری که دختری نرسی را که عرب ها با خود بردند و او را مثلا به نکاح طاهر در آوردند، خب این نرسی همون پدر بزرگش بابایش، یعنی پدر ارموز نرسی. پدر ارموز نرسی. خب چگونه شاپور با اسارت رومی ها در آمد و تقدیر من بعدش چی شد؟ بله، سرنوشت بسیار پرماجرایی داشت. بعد از فارغ شدن از جنگ با عرب ها و شکست دادن آنان، شاپور برگشت. دیگر یک جوان 26 ساله بود و بسیار پادشاه قدرتمند شد و مورد اعتماد مردم قرار گرفت. روز یک نقشه کشید و خواست که به روم سفر کند در لباس بازرگانان و اوضاع روم را بیاموزد. چه هدفهای در دل داشت؟ طوری گفتیم پیش از او ارمنستان و رومی ها دوباره به خاک خود الهه کرده بودند، از دست ایرانیان گرفته بودند. بنابراین این میخواست که یک بار اوضاع روم را خودش از نزدیک بسنجد، ببیند و نقشه های آینده‌اش را عملی کند. بنابراین با 10 کاروان پر از مال و اشیا و کالا او در لباسی بازرگانان میگویند که به روم سفر کرد و بعد از آن به دربار قیصر روم نفوذ کرد، وارد گردید همچون بازرگان و میخواست که به هر بهانه خلاصه معلومات های از اون را به دست بیارد. گفته می شود که در دربار قیصر روم هم ایرانی تباران زیاد بودند که کار میکردن به سبب های گوناگونی. وقتی که او با قیصر روم گفت ملاقات میکرد، یکی از خدمتگاران قیصر روم ایرانی تبار بود و او شاپور را شناخت و به قیصر معلومات داد که این بازرگان نیست بلکه این شاپور پادشاه ایران است و میگه بلافاصله قیصر روم شاپور را بازداشت کرد و او را طبق روایت شاهنامه در پوست خر محکم کرد و در زندانش کرد و زندانش انداخت. و خودی پادشاه قیصر روم از این فرصت استفاده کرد و با لشکر بسیار گران به ایران زمین حمله کرد و استخر آمد. استخر را تصرف کرد، تمام ایران زمین را تصرف کرد و در ایران زمین البته که پادشاه نبود و شاپور وقتی سفر بروم موبدان را جای نشین خودش کرده بود، اما پنهانی. سیر سفر او بروم را بغیر از موبدان و خودش دیگر کسی از درباریان نمیدانست. بنابراین وقتی که قیصر روم به ایران زمین حمله کرد، از نبود شاپور بزرگان ایران آسیمه سر شدند و این پراکنده شدند و توانست قیصر روم ایران را تصرف کنند و این شاپور خودش در روم زندانی شد. از قضا گفته می شود که یکی از همان خدمتگاران بانوانی که در روم بود و به شاپور خدمت میکرد، خدمت نمیکرد، خب آبونانش میبرد، این هم ایرانی تبار بوده و میلی داشت، همون رگ ایرانی بودنش میکشید و دلش میسوخت به شاپور. در شاهنامه آمده است که یکی ماهرخ بود گنجور اوی، گزیده به هر کار دستور اوی، که از ایرانیان داشتی او نژاد، پدر بر پدر بر همه داشت یاد. و او که میرفت برای شاپور آبونان میبود، این بانو
با شاپور ارتباط برقرار کرد و درباره گذشته های خود قصه کرد و به توافق رسیدن که شاپور را آزاد کند و او یکی از شب از شبها این ماهروخ، این خدمتگار دربار روم، پنهانی شاپور را آزاد کرد و شاپور به ایران زمین برگشت. اما کسی او را دیگر نمی‌شناخت که او شاپور است. شاپور نگینی داشت با خودش و او آمد در ایران زمین، در یک از روستاها در یک ده پنهان شد و از صاحب آن منزل یا خانه جایی که پنهان شده بود خواهش کرد که همان نگین را برده به موبدان برساند و این مرد دهقانزاده ایرانی همان نگین را به زحمت به نزد موبدان برده رساند. وقتی موبد دید نگین را فهمید که شاپور است و شاپور آزاد شده است، برگشته است. در بزرگان سپهسالاران پراکنده ایرانی که بعد از تصرف روم در این سرزمین پراکنده و ناامید شده بودند به آنها آگاهی روان کرد که شاپور زنده برگشته است. همه خوشحال شدند و در همان مکان مرزی که شاپور ایستاده بود جمع شدند و پنهانی یک لشکری کلان جمع آوری کردند و گویند که شاپور به همین طریق با این لشکر یک شبیخون به قیصر روم زد. سراپرده قیصری بیهنر همی کرد شاپور زیر و زبر، به هر گوشه آتش اندر زدند، همه آسمان بر زمین برزدند. سرانجام قیصر گرفتار شد و از او اختری نیک بیزار شد. آوازه به رومیان رسید و همه بسیار ناراحت شدند که قیصر روم اسیر ایرانیان شده است و بعد از آن شاپور با لشکر به روم حمله می کند و در روم به جای قیصر که در ایران نشسته بود برادر او ینس حکومت میکرد و او با شاپور مقابله کرد و بسیار گفته میشود جنگ های شدید رخ داد، اما در این جنگ رومی ها شکست سخت خوردن و ینس فرار کرد و سرزمین روم به تصرف شاپور درآمد و بعد از آن شاپور یکی از مردان خردمند رومی را با نام برانوش بر تخت روم نشاند. ما با نام برانوش پیشتر هم آشنا بودیم در زمان پادشاهی اردشیر دیوم که ذکرش رفت در برنامه گذشته که او برانوش یک مهندس بود، یک مرد خردمنده بود که از او برای ساخت و ساز چندین شهر و آبادی ها در ایران استفاده شده است. اما این برانوش شاید یک سیاستمدار بود، یک خردمند بود. میگه چو آگاهی آمد ز ایران بروم، که ویران شدان مرزی آباد بوم. گرفتار شد قیصری نامدار، شبی تیره اندر صفی کارزار. سراسر همه روم گریان شدند، و از آواز شاپور بریان شدند. به همین طریق بعد که قیصری آنها به اسارت افتاد و برادر او ینس فرار کرد، دیگر رومی ها تسلیم شدند و شاپور توانست روم را به تصرف خود بیارد. خوب استاد، همین شاپور در حیات ایران زمین چه کارهای ماندگاری کرده؟ خب یکی این که گفتیم توانست که جنوب ایران را از عرب ها آزاد کند. بله. دوم این که خودی مثلا دوباره با رومیا جنگید و روم را تصرف کرد و ارمنستان را که قبلا در زمان پدر بزرگ او به دست رومی ها افتاده بود دوباره به سرزمین ایران پیوند کند، اگرچه که در آن زمان علاقه ارمنی ها به دین مسیحیت را قبول کرده بودند. شاپور 70 سال عمر دید و از همون خردسالی پادشاه بود، یعنی 70 سال پادشاهی کرده بود. این از بخت بلند شاپور بود و گفتیم توانست که ایران را حفظ کند، قلمرو ایران را حفظ کند
باورها و آیین‌های ایرانی را توانست که حفظ کند و به پیری رسید، ضعف پیری گرایید و اما وارث نداشت. بنابراین او از موبدان بزرگان را دور هم جمع کرد و از آنها خواهش کرد که بعد از مرگ او برادرش اردشیر بر تخت بنشیند و بعد از اردشیر فرزند او وقتی به دنیا آمد دوباره به تخت پادشاهی ایران او بنشیند. ز شاپور زان گونه شد روزگار که در باغ با گل ندیدند خار. مرو را به هر بوم دشمن نماند، بدی را به گیتی نشیمن نماند. همین گونه یک پادشاه قدرتمند به علت پیری فوت کرد و ایران زمین را حفظ نمود. بهترین و در واقع یک روزگار بسیار آموزنده و روزگاری که میتواند یک معنی ماندگار برای هر یک خواننده و شنونده داده باشد. شما میندار هستیم که یک روزگار پادشاهی شاپور زولکتاف را برای ما و بینندگان اینجا قصه نمودید. بینندگان عزیز خاطررسان میکنیم که در صحبت ما بودن نامزد علم‌های فیلولوژی بهروز ذبیح الله، همزمان مدیر شعبه ادبیات معاصر انستیتوت زبان و ادبیات به نام ابو عبدالله رودکی، اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان و ما صحبت داشتیم پیرامون پادشاهی شاپور زولکتاف. تا صحبت دیگر شاد بمانید.